سلام بیننده عزیز، برنامه خبری و تحلیلی اخباری آزادی رو من مومن احمدی با همکارانم از پراگ و دوشنبه پیشکش میکنیم. امروز 18 ایول است. سرخط خبرها: سیاستمدار شناخته معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات و پروفسور شاکرجان حکیموف را بازداشت کردند. یک فعال سیاسی در دوشنبه میگوید برای دعوا و بحث سر خانه مقامات با تهدید به دو فرزندش از او امضای درکاریشان را گرفتند. خیلی خداست که به خاطر اون که بچه‌ها فرض کن سرتیان من چوکنم مجبور شدم که امضا کنم. یک گروه از ساکنان در سوخت به بحث طولانی با یک صاحبکار خاتمه دادند و دست جمعانه حوض ساختند. برنامه را با خبر بازداشت سیاستمدار شناخته شاکرجان حکیموف آغاز میکنیم. مقامات درباره بازداشت معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات و حقوقدان چیزی نگفتند، ولی به قول نزدیکانش او را به بازپرسی بردند و دیگر رها نکردند. همکارم علیشیر ظریفی و امیر سویف موضوع را پیگیری کردند. شاکرجان حکیموف معاون اولی رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در همین محله زندگی میکرد. روز 18 ایول خبرنگاران رادیوی آزادی به منزل او رفتند، ولی نزدیکانش از صحبت درباره او خودداری کردند. اما یک منبع آگاه از قضیه به رادیوی آزادی گفت شاکرجان حکیموف روز جمعه 12 ایول به بازپرسی دعوت شد و از آن وقت دیگر به خانه برنگشت. احتمال می رود این دعوت از طرف دادستانی کل به عمل آمده باشد. شاکرجان حکیموف در مراسم جنازه مادرش نتوانسته است شرکت کند و همچنین صدها نامه تسلی و یا همدردی در رابطه با درگذشت مادرش در شبکه‌های اجتماعی بے پاسخ ماندند. یک منبع نزدیک به مقامات دادستانی به شرط ذکر نشدن نامش روز 18 ایول به رادیوی آزادی گفت شاکرجان حکیموف در رابطه با پرونده رئیس پیشین حزب دموکرات تاجیکستان و وکیل سابق پارلمان سید جعفر عثمانزاده بازداشت شده در بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه نگهداری می شود. مقامات تاکنون در این باره رسما خبر ندادند. شاکرجان حکیموف که در شبکه‌های اجتماعی فعال بود، اما از 7 ایول به این سو او وارد هیچ یکی از صفحه‌ها نشده است. ظفر صوفی روزنامه‌نگار تاجیک از فرانسه در واکنش به بازداشت شاکرجان حکیموف گفت در کشور جای برای روشنفکران تنگ شده است. ظفر صوفی باور دارد که بازداشت او ادامه شکار روشنفکران در کشور است. پیش از برنامه از ظفر صوفی پرسیدم که چرا چنین فکر دارد. هر پدیده که در راستای حکومت مطلقه امام علی رحمان ذره براش دردسر ایجاد کرده باشد، حتما اونا به هر طریق مجازات میکند. خب حزب سوسیال دموکرات و شخصی شاکرجان حکیموف در هر صورت برای امام علی رحمان تا جای دردسرهای ایجاد کرده. یعنی دردسر چطوری؟ امام علی رحمان تلاشش همیشه بر این بوده که در تمام انتخابات ها حتی فقط نفرای اشتراک کنند که او خودش با قول معروف اوکی داشته باشند، یعنی که رضایت داده باشد. اگر هر کسی بدون رضایت او تلاش کرده باشد حتما مجازات شده و شاکرجان حکیموف شاید از آخرین نفرای بود که همیشه بر ضد فسادکاری، عملهای غیرقانونی که در حکومتدارا در مجموع انجام میتند و دارن انجام میتند در برابر اون واکنش میکرد و از دیدگاه قانون آشکارا انتقاد میکرد. از ظفر صوفی پرسیدم که چرا هر اتهامی که مقامات به افراد چون شاکرجان حکیموف اعلان میکنند اکثرا باور نمیکنند. هیچ کدام از اینایی که بازداشت شدن گناهاشون ثابت نشد. اگر واقعا ثابت شد خب اشکال ندارد. میشه اگر واقعا گناهشون ثابت شد بازداشت شدن هیچ اشکالی ندارد. یعنی هر کسی جنایتکار است در نزد قانون باید جواب بده. اگر هر کسی خطا کرد باید جزا بگیرد. این که دیگه جای بحث نیست. مثلا برای شخصی من هیچ مشکلی نمیبینم در اینجا، اما متاسفانه قریب که 91% اینایی که روشنفکر بودن یا مثلا اندیشه آزاد داشتن از حکومت انتقاد میکردن، انتقاد درست هم میکردن، متاسفانه اینا بازداشت میشن با اتهامایی که خنده‌دار است. یعنی واقعا نمیتونن ثابت بکنن و معمولا هم ببینید هر کسی از اینایی که یک کمی
پروندهشون بکنه مهر مخفی میزنن. تمام هیچ کس هم نمیدونه که در داخل چی گذشت، چی میشود و چطور میشه باور کرد وقتی اینطور است. همکاران ما موضوع را پیگیری دارند و هر خبری نوی در این باره به دست ما رسید حتما شما را در جریان میگذاریم. ادامه برنامه. امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان رئیس دادگاه ناحیه شمس‌الدین شاهین را از مقامش برکنار کرد. دفتر مطبوعات پرزیدنت روز 18 ایول خبر داد که امامعلی رحمان در جلسه از رفتار ناشایسته و غیر آیین‌ناموی ظاهر مومنزاده یاد کرده فرمان داده است که او نه تنها از وظیفه آزاد گردد بلکه از مقامات سودی کاملا رانده شود. از این پیش منابع رادیو آزادی خبر داده بودند که ظاهر مومنزاده در گذرگاه نظارتی دره آب در مرز تاجیکستان با افغانستان یک مرزبان را لطوکوب کرده است. نظر دادرس سابق دسترس نیست. با گفته همصحبتان رادیو آزادی او روز 8 ایول سرباز پاسگاه را برای اجرای وظیفه‌هایش یعنی تفتیش سند چند مشت میزند. در فرمان رئیس جمهور درباره برکناری آمده است ظاهر مومنزاده به سبب صادر نمودن کرداری که شأن و اعتبار سودیه را پس میزند از مقامش برکنار کرده شود. برنامه را با گزارشی از شهر دوشنبه ادامه می‌دهیم. جنجال سر قیمت خانه در شهر دوشنبه به گفته یک سیاستمدار تاجیک سبب شده است که فرزندان او را دستگیر و خودش را مجبور کنند که زیر سند دلخواه شرکت راهسازی امضا کند. میرحسین نظریف رهبر جناح غیررسمی حزب سوسیالیستی تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت تا زمانی که او زیر یک سند رسمی امضا نگذاشت فرزندانش را رها نکردند. جزئیات ماجرا در گزارشی همکاران ما در دوشنبه. مقامات تاجیکستان بعد تخریب منزل میرحسین نظریف رهبر جناح غیررسمی حزب سوسیالیستی تاجیکستان شروع کرده است. منزل او در کوچه بخارای شهر دوشنبه جایگیر بوده در جای آن در نظر است راه ماشینگرد بنیاد گردد. 3 ماه پیش از این نماینده همون شرکت راهساز اومدن گفتن که استاد من همون باید که همین منزل شما برطرف کنیم قیمت منزل شما حدود 1,300,000 همین خیلی است. من گفتم برادر گفتم در همین حوله من 5 عائله زندگی میکنم. اون مبلغی که شما بر من پیشنهاد میکنید من به این مبلغ خانه گرفتن نمیتوانم. میرحسین نظریف بر عوض تخریب منزلش 2.5 میلیون سومانی طلب دارد. زیرا به قول او منزلش در مرکز شهر بوده مساحتش بیش از 450 متر کوادراتی است. میگوید به این طلب آنها ریاست ساختمان از نوسازی و تعمیر راه و کوپرک‌های شهر دوشنبه که طرف دیگری بحث است راضی نشده است. با وجود ناراضی بودن زیر سند مقامات امضا گذاشته است. بچه‌های من برام که گفتن که مرحمه قرار سود پیشنهاد کنید بچه‌های من بردم میکنید به شما کی حقوق داده است که بچه‌های من بردا محکم کنید. خلاص که 4 ساعت همجوری همراهشون بحث کردم 4 ساعت گفتن که تا اون که شما به همین سند ما پیشنهاد کرده که مبلغ امضا نکنید ما بچه‌های شما سر نمیتیم. خیر خلاص که به خاطر اون که بچه‌ها فرض سرتیان من چوکرم مجبور شدم که امضا کنم. او بیشتر از 40 سال در این منزل زندگی میکرده است. میگوید شناسنامه تکنیکی منزل را دارد و برای دسترس نمودن سرتیفیکات و مورد عفو قرار گرفتن منزلش از سال 2017 به کارخانه به قیدگیری مال و ملک غیر منقول سند پیشنهاد کرده است ولی در این نیاز سندها یافت نشدند. مثل او برخی از ساکنان دیگر این محله نیز نگرانی دارند که برای عوض تخریب منزلشان مبلغ کم به آنها پیشنهاد شده است. حقا از شهر بیرونتر مگر هم چی گیرین روی شهر ده گرفتن نمیتونیم. به نظر برخی حقوقشناسان تخریب منزل ساکنان بدون قرار دادگاه ممکن نیست. به قرار سود و پای قانونی درآمده بود. علامه باید مثلا دام یک مورد اگر شکایت نشود بعد قوای قانونی میگیره تو هم خیلی علامه نباشه که قوای قانونی درآمدگی باشه
یا اون کسای اجرایش کرده نمیتونه یا اون کسای چاپ کرده نمیتونه. هر کسی که میکنه خودسری. талошҳои ба такрори мо барои инъикоси мавқеъ ё назари тарафи дигар бенатиҷа монд. яке аз кормандони ҳукумати ноҳияи исмоили сомонӣ кӯтоҳ посух дод ки шикояти сокинон асос надорад, зеро манзилҳои онҳо бо арзиши миёна нархгузорӣ шудааст. вале аз пешниҳоди далелҳои мушаххас худдорӣ кард. баҳси тахриби манзили сокинони душанбе солҳост идома дорад. дар чунин баҳсҳои гоҳе печида ҳам сокинон ва ҳам ширкатҳои сохтмонӣ худро ҳақ мешуморанд. در این مرحله برنامه گزارشی را از ولایت سوخت پیشکش میکنیم. ساکنان محله در ناحیه باباجان غفوروف بعد کوشش های زیاد توانستند که دست جمعانه حوض را بنیاد سازند. ساکنان یک قسمت دهه غازیان سالهای طولانی با مالک خواجگی دهقانی و مقامات محلی بر سر این حوض نیمه ویرانه بحث داشتند. رادیو آزادی زمستان امسال درباره این مشکل ساکنان گزارش آماده کرده بود و فرزان محمدی دیگر باره به سراغشان رفت. ما همین نوجوانان منتدار خدا باید اجازه میکنیم. در محله چارسو یکی جماعت غازیان ناحیه باباجان غفوروف بیش از 2000 خانواده زندگی میکنند. آنها میگویند در حالتهای ضروری و قطع آب جویبار و قبرها جای ذخیره آب را نداشتند. این هم در حالی که تا زمان خصوصی شدن خواجگی های دهقانی وضع دیگرگون بود. استقامت کنندگان محله میگویند که 10-15 سال باز با سردار خواجگی دهقانی دهه پایان برای بازسازی حوض بحث داشتند، ولی با نامه دست جمعی به حاکمیت محلی و دادستانی و با میانروی آنها این مسئله را حل کردند. همین حشر کرده، همین حوض بود کرده. زمستان فرض کردیم همینجا چراغ بعد نمیشد، آب نیست، بعد پرواز نیست، یک حوض همین ضرور بود. پول حل که شد دیکنه. دستگیری محله که همه خودی دستگیری. یکی از جبریدگان بی‌آبی در دهه خانواده سیداللهیف است. اولی ماه ینور امسال مهمانخانه و انبار ذخیره‌های زمستانی حولی زین‌الدین سیداللهیف آتش گرفت و این خانواده دست کم 25000 سامانی ضرر دید. زین‌الدین سیداللهیف میگوید هرچند کارمندان سوختار خاموشکنی فعالانه کار کردند ولی به سبب کمی آب نتوانستند زود آتش را خاموش کنند و علنگه آن به خانواده ضرری کلان آورد. خانه ما میخیل شد ایسوبی تنقیسی آب یکل شیبای کلان شد خیلی برای بسرش که من میقدر دستگیری محله کدی دستگیری خلق کدی من حوض برقرار کردیم. این حوض 180 کوب آب را گنجایش میدهد. درازی و پهنایش 9 متر و چقوریش 2 متر است. تشبثکاران میگویند که برای بازسازی این حوض در مجموع 60000 سامانی مبلغ صرف کردند، زیرا حالت قبلیش خیلی فرسوده و کار ناشایان بود. برای از نو برقرار کردن آن طول 3 ماه زحمت کشیدند. مشکلی دسترسی به آب در دهات و دیگر انشاءات‌های خدمترسانی تنها خاص جماعت غازیان نیست. ساکنان چند دهه و شهرهای دیگر تاجیکستان از این مشکل شکایت دارند و مقامات همواره میگویند که مسئله را زینه به زینه حل میکنند. معلوم نیست چنین حل تدریجی چقدر دوام خواهد کرد. دادگاه ناحیه یکم می شهر بیشکک روز 17 ایول بر رادیو آزادی گفت که یک خویش پرزیدنت صادر جباروف با اتهام قلابی بازداشت شده است. با اطلاع دفتر مطبوعات دادگاه، اولان جباروف پسرعمک رئیس جمهور رحیم جان جباروف است و او را تا 19 آگوست به حبس پیشکی گرفتند. رسانه ها می نویسند اولان جباروف با آن گمان بر می شود که گویا به نفر وعده منصب دولتی داده در عوض این پول گرفته است. این بار دوم است که اولان جباروف بازداشت می شود. بار اول او را ماه ایولی سال 2023 با اتهام فساد بازداشت کرده بودند. و اخباری آزادی اینجا به پایان رسید. سپاس که تا این لحظه ما را همراهی کردید. خبرهای از این بیشتر را در وبسایت azadi.org و صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، ایکس و تلگرام، تیک تاک و یوتیوب پیدا کنید. تا دیدار در برنامه های دیگر، خداحافظ.